وقتتون بخیر دوستان. به کانال تیوب سلامتی در یوتیوب خوش اومدید. خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی روی علامت زنگوله کلیک کنید. کمتر کسی وجود دارد که از خواص شلغم چیزی نشنیده باشد. امکان ندارد شما سرما خورده باشید و مادرتان هر روز با یک کاسه شلغم در اتاقتان حاضر نشده باشد. اما اگر خواص شلغم را به طور کامل بدانید و دریابید که این گیاه نچندان خوشمزه چه کارهایی از دستش برمی آید. پس برای آشنایی بیشتر با این گیاه پرخاصیت در ادامه با ما همراه باشید. شلغم حاوی چندین ترکیب گیاهی مفید است که قادر به مبارزه با سلول‌های سرطانی هستند. شلغم محتوای بالایی از ویتامین C دارد. این ویتامین می‌تواند به جلوگیری از گسترش و رشد سلول‌های سرطانی کمک کند. علاوه بر این، شلغم حاوی مقادیر بالایی از آنتی اکسیدان است که با اثرات ضد سرطانی ثابت شده است. این تازه اولین مورد از فواید شلغم بود. پس با ما همراه باشید. مدیریت سطح قند خون به ویژه برای کسانی که دیابت دارند بسیار مهم است. مطالعات حیوانی نشان می‌دهد که یکی از فواید مصرف شلغم اثرات ضد دیابتی آن است. این مطالعات اثرات ضد دیابتی شلغم را به دلیل عوامل متعددی می‌دانند. افزایش پاکسازی قند خون، کاهش تولید گلوکز توسط کبد و کاهش جذب کربوهیدرات‌ها از جمله این عوامل هستند. با این حال برای مشخص شدن فواید شلغم در کاهش قند خون به تحقیقات بیشتری نیاز است. شلغم حاوی سطوح بالای پتاسیم و فیبر است. پتاسیم می‌تواند به عنوان یک گشاد کننده عروق عمل کند و احتمالاً با کاهش فشار خون به کاهش فشار روی رگ‌های خونی و شریان‌ها کمک کند. این امر می‌تواند از حملات قلبی و سکته جلوگیری کند. از طرف دیگر فیبر برای دفع کلسترول اضافی از قلب و دفع آن از بدن بسیار عالی است. فیبر در فرایند گوارش بسیار مهم است. فیبر می‌تواند به درمان علائم یبوست، اسهال، گرفتگی، مشکلات معده و نفخ کمک کند. بنابراین فیبر موجود در شلغم می‌تواند به حجیم شدن مدفوع و حرکت آن از طریق روده یاری رساند. در عین حال می‌تواند سبب جذب مؤثرتر مواد مغذی هم شود. این یکی از مهمترین فواید شلغم است. ویتامین C و اسید اسکوربیک که به مقدار زیاد در شلغم وجود دارند، تقویت کننده های مهمی برای سیستم ایمنی بدن ما هستند. ویتامین C می تواند تولید گلوبول های سفید و آنتیبادی ها را تحریک کند. این مورد از خواص شلغم برای سرماخوردگی و پیشگیری از آن هم بسیار کاربردی است. کلسیم موجود در شلغم می تواند به رشد و ترمیم استخوان های بدن کمک کند. این امر برای افزایش تراکم مواد معدنی استخوان به خصوص با افزایش سن و شروع ابتلا به پوکی استخوان ضروری است. اگر می‌خواهید استحکام و دوام استخوان‌های خود را افزایش دهید، از این خاصیت شلغم غافل نشوید. خانواده ویتامین‌های B اغلب نادیده گرفته می‌شوند، اما بدون آنها کنترل فرآیندهای هورمونی و آنزیمی ما بسیار دشوار است. همچنین همه عملکردهای بدن ما به خطر می‌افتند. شلغم دوز مناسبی از ویتامین B را به بدن می‌رساند. تضمین می‌کند که همه سیستم‌های اندام ما به درستی کار کنند و سطح هورمون‌های ما را ثابت نگه می‌دارد. شلغم از انواع سبزیجات کم کالری و غیر نشاسته‌ای با شاخص گلایسمی پایین است. بنابراین خوردن آن کمترین تأثیر را بر سطح قند خون شما دارد. این خواص شلغم به کاهش وزن شما کمک می‌کند. البته اگر در یک رژیم غذایی مناسب قرار گرفته باشید. در ادامه با ما همراه باشید که بهتون بگیم چگونه شلغم خوب و با کیفیت رو انتخاب و خرید کنید. اگر متوجه شدید که ریشه‌های شلغم سبز هستند، بهتر است شلغمی را انتخاب کنید که رنگ سبز تیره در برگ‌های خود دارند که درست مانند برگ‌های اسفناج است.
اگر شلغمی را پیدا کردید که رنگ زرد دارد از آن دوری کنید. رنگ زرد در شلغم خوراکی نشانه بارز این است که دیگر تازه نیستند. به شدت توصیه می شود شلغمی را بخرید که اندازه ریشه‌های متوسطی دارد. شلغم با اندازه بزرگ ریشه ممکن است طعم تلخی در برگ‌هایش داشته باشد. در همین حال شلغمی که اندازه متوسطی در ریشه‌هایش دارد معمولاً برگ‌های بهتری دارد. از اینکه تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید نهایت تشکر رو دارم. لایک و کامنت و شیر فراموش نشه. خدا نگهدار.